تازه‌های تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. من شعله گلخوجه هستم. در خدمتتان عزیزان سلام. در برنامه امروز 15 دکبر این موضوع را داریم. جراحی نادیر، طبیبان توجیک در دوشنبه نخستین بار عملیات پیوندسازی غدود زیر معده را انجام دادند. بسیار عذاب کشیده همینجا دا اومدم دکترا دا مینگ را هزار رحمت که همین یاردم دادسته. همسر نظامی متهم به شرکت در آشوبی حاجی علی میگوید از او خانه را مصادره میکنند که شوهرش در آن هیچ نقش نداشت. چون معاش را ندادند بنا را ویران کردند و یا چگونه مهاجران تاجیکی فریب خورده در یکاترینبورگ علم خود را از کارفرما گرفتند. کار نادرست است. مهاجرین باید که با کارفرما قرارداد میبستند. مقامات انتظامی حصار برادرزاده محمود اودینایف معاون بازداشت شده رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را دستگیر کردند. پیوندان زلفقار اودینایف ادعا دارند که او 10 روز باز در بازداشتگاه موقتی شعبه کارهای داخلی حصار نگهداری می شود. رسما بر ضد وی عیب اعلان نشده است. خویشاوندانش از قبل ماموران میلیسا گفتند تقدیر او بعد از 15 روز بازداشت معلوم می شود. زلفقار اودینایف روز 4 دکبر هنگام نشست خبری در قرارگاه حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در کنار رحمت الله زویرف نشسته بود. پیوندانش باور دارند مقامات او را بعد برآمدن از نشست تعقیب کرده توسط وی جوی محمود اودینایف را یافتند. جراحان توجیک باری اول عملیات پیوندسازی غدود زیر معده را انجام دادند. این نوع جراحی را طبیبان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته انسان در دوشنبه به سامان رساندند. به قول طبیبان پس از پیوند ساختن غدود زیر معده معیار قند در بدن مریض معتدل شده کار گرده ها نیز تنظیم می شود. این عملیات نادر چگونه صورت گرفت برای صوفی و سرویناز روح الله مشاهده کردند. یک مادر 56 ساله‌ای ساکن شهر ترسونزاده برای نجات فرزند یک گرده و پاره از غدود زیر معده خود را به پسر 30 سالش تحفه کرد. این نخستین جراحی پیوندسازی غدود زیر معده در کشورهای آسیای مرکزی است که در تاجیکستان انجام شد. 4 نشان داده است که برای پیوندی غدودی زیر معده گذرانیده می شود. در بیماری‌هایی که هم نورسایی قند هم نورسایی کاری گرده در اساس قند نو دارند، هم بیماری‌هایی هست که در اساس نورسایی غدود زیر معده خصوصیت‌های نه فقط اندوکرینی اکزوکرینیشون هم در گرفته می شود و فقط میتواند که در اون بیماری‌هایی که عوارض‌های نابینایی چشم می شود و از سببشون کسلی بیماری قند نوی یک است. این عملیات رو گذراندیم. در برابر پیوندسازی غدود زیر معده طبیبان همزمان یک گرده مادر را با فرزندش پیوند کردند. با گفته طبیبان پس از پیوند ساختن غدود زیر معده معیار قند در بدن مریض معتدل می شود و هم کار گرده ها را تنظیم می کند. رهبر مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان گفت هنوز ارزش این نوع جراحی مشخص نشده است، زیرا هنوز مصرفات برای این جراحی حسابی نشده است. در حالی که جراحی 2 عضو یک خانواده در 2 اتاق عمل جریان دارد، نزدیکان و پیوندان به نتیجه موفق آن امید دارند. شوهر من 15 سال شد که کسل قند دارد. همین کسل قند عذاب داشته، گشتن نمیتوند، ورم کرده، بسیار عذاب کشیده. همینجا دا اومدم دکترا دا مینگ را هزار رحمت که همین یاردم دادسته. برای انجام جراحی پیوندسازی غدود زیر معده و گرده طبیبان مادر و پسر را 20 روز آماده کردند. جراحی نخستین 6 ساعت ادامه کرد. طبیبان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در طول 9 سال فعالیت حدود 700 پیوندسازی گرده و جگر را انجام دادند که اکثریت موفقانه بوده است. در این میان بعضی از آنهایی که جراحی شده‌اند فوتیدند، اما طبیبان میگویند مراقبت نادرست پس از جراحی سبب اساسی مرگ بیماران بوده است، نه اشتباه در عملیات. در سال جاری با وجود خروج پاندمی کرونا ویروس و 3 ماه بسته بودن این مرکز، طبیبان 130 جراحی پیوندسازی گرده و جگر انجام دادند.
наздикони ҷунайдулло умаров сардори пешини раёсати бозрасии ҳарбии вазорати дифоъ мегӯянд давлат ғайриқонунӣ манзили онҳоро гирифта истодааст, вале мақомот бар инанд ки хонаводари умаров дар деҳаи нилкони ноҳияи рӯдакӣ бо қарори додгоҳ мусодира шудааст. сарҳанг ҷунайдулло умаров моҳи сентябри соли 2015 дар ҷараёни ҳодисае кушта шуд ки мақомот онро кӯшиши табаддулоти давлатӣ аз сӯи абдуҳалим назарзода маъруф ба ҳоҷи ҳалим номиданд. муллораҷаб юсуфӣ ва афсона акобир шо ин қазияро пайгирӣ карданд. اینا در همین حجت پیشنهاد شده است که همین خانه سال 1962 انا از پدر و مادرم است. انا حالی که پیوندان جنیدالله عمرов سردار پیشین ریاست بازرسی حربی وزارت دفاع باید این منزل را خالی کنند. مقامات میگویند منزل در دایره قضیه عمرов با فایده دولت مصادره شده است. از اول همینجا زندگی میکردیم، همینجا کلان شدگیم. مارتی 2020 رئیس محله آمد که زنگ زدن که سودی اولی بیو لنسکی رایون. دخترچه ما گرفتم رفتم گفتن هم بخیر خانه کمیته انداز گرفته است. انداز؟ اموال. انا گفتم آخه خانه وای نیست و خانه دوماد اومده شتگی. انا این خانه خود نه ایو چه نه. مقامات در این باره نظر دیگر دارند. در مکتوب کمیته دولتی سرمایه گذاری از سنه 31 مارس امسال که به دادگاه ناحیه رودکی ارسال شده است آمده است منزل بحثی به جنیدالله عمرov تعلق دارد و هنوز سال 2016 با قرار کلیه حربی دادگاه عالی به فایده دولت مصادره شده است. در سند کمیته سرمایه گذاری گفته می شود که گلدسته سلیمووا با همراهی فرزندانش عین زمان منزل مذکور را غیر قانونی اشغال نموده زندگانی کرده ایستادند. به این خاطر کمیته سرمایه گذاری از دادگاه طلب کرده است که گلدسته سلیمووا با اهل عائله از منزل به دادن منزل دیگر کوچانده شوند. برای که همین آدم همینجا زندگانی میکرده در قید همین خانه بوده. برای همین مسئولین دادگاه ناحیه رودکی از صحبت در این باره خودداری کردند. آنها در صحبت بدون میکروفون گفتند گلدسته سلیمووا میتواند از بالای قرار دادگاه به زینه بالای شکایت برد. معلوم نیست که این قضیه تا کجا میرسد، ولی گلدسته سلیمووا امید دارد که در این روزهای سرد او و پیوندانش را از خانه بیرون نمیکنند. آخه ما هم انسانیم، نمیدونم که کجا میریم، جایی رفتن نداریم، کجا رویم که خانه میراثی. این بار اول نیست که نزدیکان افراد کشته شده در قضیه عبدالحلیم نظرزاده یا حاجی حلیم از مصادره منزلشان شکایت میکنند. سال 2017 نزدیکان خود حاجی حلیم هم گفتند از دادگاه عالی و حکومت شهر دوشنبه خواستند این عائله سرجمعیت را از سرپناه محروم ننمایند. آخه این خانه میراثی من فرزندام کجا میبرم؟ رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. یک گروه مهاجران کره توجیک در شهر یکاترینبورگ پس از پرداخت نشدن حق کارشان به نشان اعتراض دیوار بنا کردهشان را ویران کردند. کردینده روس میگوید تأخیری در پرداخت معاش جای نداشت و برای تخریب دیوار به پلیس شکایت کرده است. مهاجران توجیک در روسیه که اکثریت در ساختمان کار میکنند گاه با چنین طرز و اصول از سر وقت پرداخت نشدن معاششان از کردینده قصاص گرفته نمیشوند. همکارم عبدالله اشورов به تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا با ماست. عبدالله سلام و نخست درباره این قضیه مفصل‌تر بگو چرا مهاجران به چنین کاری دست زدند؟ سلام شالا. یک گروه 3 نفره مهاجران کره در شهر یکاترینبورگ و با شرکت سترویگراد شرطنامه بسته داخل خانه‌های بلند آشیانه را تعمیر می‌کردند. کارشان از چیدن دیوارهای مبینی و انداوه یا خود شتکاتور کردن عبارت بوده است. آنها میگویند کاردهنده وعده داد که فردا پولشان را میدهد، اما با تاکید مهاجران تلفن را خاموش کرده یک هفته دست نارس شد. مهاجران بعداً به نشان اعتراض دیوارهای بنا کردهشان را شکستند. خب عبدالله با خود کاردهنده توانستی تماس بگیری یا نه؟ بله شهلا. سویتلانا بروک که خود را رهبر شرکت سترویگراد معرفی کرد گفت که مهندس ساختمان نخست باید صفت کار اجرا شده را سنجیده قبول کند، بعداً حق کار مهاجران کاری باید پرداخته میشد. با ادعای او مهاجران منتظر نشده دیوار را شکستند. این کارده ادعا کرد که گویا مهاجران اسباب‌های ساختمانی را هم با خود بردند، اما مهاجران این را رد میکنند. خانم بروک گفت زیانی وارد شده از این عملی مهاجران 400,000 روبل حساب شده است و از این کار آنها به پلیس شکایت برد. حامیان حقوق در همین حال میگویند این شکل اعتراض مهاجران از نظر حقوقی قابل قبول نیست. از نظر جنبه حقوقی البته این کار نادرست است
مهاجرین باید که با کارفرما قرارداد میبستند و وقتی که جنجال ها بین اینا سر میزد، اگر نافهمی ها میشدن، از طریق سود باید که حل میکردن. معلوم است که مهاجرین با کارفرما قرارداد نبستند و از طریق دیگر خواستند که کار را حل کنند، ولی این راهی حل مسئله نیست. در روسیه که زیاد حالتهای فریب دادن مهاجران کاری تاجیک از سوی کارفرمایان رخ می‌دهد، مهاجران گاه چاره جز از تخریب بینایی با دست خود بنا کردهشان نمی‌بینند. تشکر عبدالله برای صحبت. البته بهتر است که مهاجران عزیز همه گونه بحث‌ها با کارفرما در دایره قانون حل کرده شود، زیرا در نهایت هم مهنت شما بر بس می‌رود، هم معاش نمی‌گیرید و بر علاوه باز مجبور می‌شوید که جبران پردازید. بعد از توقف چند ماهه مربوط به سوریت کرونا ویروس، پهلوانان دسته منتخبی سامبوی تاجیکستان به تمرین و مسابقه برگشته. ماه گذشته در چمپیونات جهان 4 مدال کسب نمودند. در صحبت ویژه با نرزلوی لطیف و امردین اولیموف، پهلوانان تاجیک گفتند که اکنون آنها به 2 مسابقه بین‌المللی در روسیه آمادگی می‌گیرند. 4 مدال پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی سامبوی جهان در سربستان دستاوردی بهترین ورزشی تاجیک در سال 2020 می باشد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در قهرمانی جهان اوید به سامبوی ورزشی 4 ورزشگر داخل بود. یک مدال نقره اکمال‌الدین کریموف در وزن 57 کیلو و 3 ورزشگر دیگر کامرانشوی استوپریان، خوشقدم خسرو و سامیجون شکروف با گرفتن مدال برنجی مشرف گردیدند. مدال نقره در قهرمانی جهان برای اکمال‌الدین کریموف 7مین جایزه است. او 11 مرتبه در قهرمانی سامبوی جهان شرکت ورزیده، در رقابت‌ها در وزن تا 57 کیلو 4 مدال نقره و 3 مدال برنجی گرفته است. آخری اول در این چمپیونات جهان با پهلوان از دولت فرانسه بود دست بالا شدم. آخری دوم ورزشگر از جمهوری ازبکستان بود که من غلبه به دست آوردم. در آخری نیم نهایی ورزشگر از جمهوری اوکراین بود که خیلی آزمایی پرشدت گذشت و من باز دست بالا شدم. در آخری فینالی با پهلوان روس آزمایی کردم. با یک آگاهی من آزمایی رو باختم. در این چمپیونات جهان مرتبه 4 سزاوار مدال نقره چمپیونات جهان گشتم. خوشقدم خسروف که سال 2018 با عنوان قهرمان جهان دست یافته بود، 2 سال اخیر در رقابت‌ها در وزن تا 62 کیلو برنده مدال برنجی گردیده است. ضمناً در تاریخ ورزشی تاجیک او بعد سید مومین رحیموف و بهروز خواجه‌زاده 3مین ورزشگر از تاجیکستان است که مدال طلایی قهرمانی جهان را اوید به سامبوی ورزشی به دست آورده است. آخرین نیمه نهایی من این ورزشگری اوکراینی بود که او را مغلوب کرده به آخری فینالی برآمدم. و آخری فینالی من با ورزشگری روسیایی بود، رسلان بگداساریان، که من او را با حساب 2-1 مغلوب نمودم و آرزویی که در دل می‌پروریدم چمپیون جهان شدن، خدا به شکر که سال 2018 به من مشرف گردید که چمپیون جهان شدم. به دلیل پاندمی کرونا ویروس امسال فدراسیون بین المللی سامبو بسیار مسابقه ها را لغو کرد. ورزشکاران تاجیک هم نتوانستند در چند مسابقه بین المللی اشتراک نمایند. و اعضای حکومت تاجیکستان بعد از تصدیق نامزدیشان از طرف پارلمان به نام رئیس جمهور سوگند یاد کردند. به اطلاع رسمی مراسم روز 15 دکبر در دوشنبه برگزار شد. منصبداران که در روبروی پرزیدنت تاجیکستان در حال نیم تعظیم ایستادند، گفتند منفعت‌های ملت و دولت را از همه بالا می‌گذارند و نیرو و دانش خود را برای رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان صادقانه و پاک وجدانانه صرف می‌کنند. سوگند منصبداران به نام رئیس جمهور سال 2016 به قانون وارد شد. تحلیلگران میگویند حتمی شدن سوگند پرینسیپ یا اصول انتخاب کادرها را از روی صداقت به پرزیدنت بیشتر تقویت داده است.
ردگان عزیز با این خبر میرسیم به پایان برنامه امروز. اخباری از این بیشتر و چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای روز رو در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کرده میتونید. فراموش نکنید عزیزان فردا باز با خبرهای تازه شما را منتظر خواهیم بود. تا آن روز خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما عزیز باشید.